سارا توی خونه با برادرش تنها بود که یهو متوجه چیز عجیبی میشه. اون وقتی بیرون رو نگاه میکنه متوجه یک آدم عجیب میشه که داره اونو میپایه. اون سری گوششو برمی‌داره و به پدرش زنگ میزنه و داستانو به پدرش میگه. پدرش هم به سارا میگه اصلا چشم از اون آدم عجیب بر نداره تا بیاد خونه و با هم براش چاره‌ای پیدا کنن. در همون لحظه برادرش میاد که سارا میگه بیاد کنار پنجره و بهش میگه چشم از اون آدم عجیب بر نداره و خودش هم سری میره در اتاق قفل کنه که یک بار نیاد توی اتاق. اما وقتی برمیگرده میبینه آدم عجیب نیستش. برادرش میگه آدمه کجاست؟ برادرش میگه کور وامل اونجاست دیگه، ولی دختره آدمه رو نمیبینه. وقتی برمیگرده که اتاقو یک بررسی بکنه یهو میبینه داخل اتاق و حسابی میترسه و برادرش اشاره میکنه و میره کنار اتاق که ازش فاصله بگیره. اون روشو از آدم عجیب برمیگردونه تا به پدرش تماس بگیره که یهو آدم حمله میکنه به دختره و میخواد کورش کنه که همون لحظه داداشش کمکش میکنه و نجات پیدا میکنه. چند ثانیه بعد پدرش میاد و با یک آینه اونو نابود میکنه.